بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز باب در بیان فضیلت سحری خوری و مستحب بودن سحری خوردن و مستحب بودن دیر سحری خوری را تمام کردن و تعجیل کردن افطار، یعنی زود افطار کردن وقتی که آفتاب غروب میکند. عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تسحروا فإن فی السحور برکه. از انس بن مالک الله تعالی از ایشان راضی باد گفتند که رسول الله علیه السلام گفتند تسحروا یعنی سحری خوری کنید، زیرا که در سحری خوری برکت است. رسول الله علیه السلام ما و شما را سپارش دادند که سحری خوری کنیم، یعنی از باب مستحب نه از باب واجب. یعنی اگر انسان سحر خسته پیش از طلوع صبح چیز بخورد برای نیت روزه گرفتن، خواه روزه فرضی است یا که خواه روزه نفلی، برای اون برکت است. یکمش که پیروی از سنت رسول اکرم علیه السلام است، بعد از اینکه خلاف راه و روش اهل کتاب یهود و نصارا است، زیرا اونها اهل علم میگن که سحری خوری ناکرده روزه میگیرن، اونها هم به خود یک روزه گرفتن دارن. و دیگر برکتش این است که انسان از صبح وقتی که چیز میخورد برای روزه گرفتن، وقتی که کار میرود، وقتی که درس میرود، وقتی که به کاربار زندگی شخصی خودش مشغول است، به نشاط است، یعنی به جسمی قوتدار از پی کار و زندگیش می شود. اگر انسان نخورد در اکثر حالات انسان ضعیف می شود، دیگر کاری خوبم کردن نمیتونه، دیگر درس خوبم خواندن نمیتونه، خواب میآید، دیگر انسان میخواهد که تا بگاه خواب رود تا که زود شام شود و افطار کند. حدیث دیوم عن سهل بن سعد رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره. از سهل بن سعد ساعدی الله تعالی از ایشان راضی باد این که رسول الله علیه السلام گفتند همیشه مردم در خیر هستند مادامی که فطره یعنی افطار زود افطار میکنند، عجله میکنند، در افطار کردن شتابندگی میکنند وقتی که آفتاب غروب میکند. در این حدیث دیگه هم بینیم پیامبر علیه السلام برای ما و شما سفارش دادن از باب مستحب، از باب پیروی سنت نه از باب واجب. یعنی اگر انسان وقتی که آفتاب غروب میکند اگر زود افطار کند، برای اون چقدر خیر برکت است. یعنی امر الله به جا آورد، از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب خودش از خوردن و آشامیدن و از با زنش هم بستر شدن نگاه داشت، چنانکه که الله جل جلاله در سوره بقره میفرمایند ثم اتموا الصیام الی اللیل، بعد از آن یعنی از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب پره کنید روزه خود را، به خود را بازداشتن از خوردن و آشامیدن و با زنها هم خواب شدن. وقتی که انسان امر الله به جا میارد و دیگر انسان زود اگر افطار کند، هم تن انسان، جسم انسان زود قوت میگیرد باز از سر نو و انسان پیروی از سنت میکند، سنت به جا میارد و بسیار خوشحالم میشود بر این. الله ذوالجلال ما و شما را پیروی از قرآن و سنت نصیب و روزی گرداند که همیشه پایبند به امرهای قرآن و سنت باشیم. بارک الله فیکم.